بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرحد مهمترین خبرهای روز. افشای دو سبب مرگ عمرعلی، او در خانه می‌افتید. آزادی پیوندگان کبیری پس از ثبت ویدیوهای آنها. سنگتوده یک از انداز آزاد شد. شورای علما امام علی رحمان را با انوشیروان عادل و اسماعیل سامانی برابر کرد. تجارت خارجی تاجیکستان قریب 1 میلیارد دلار کم شده است. قطع سرمایه گذاری بانک آسیای رشد برای آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان. آگاهی به پلکوونیک اسکندرزاده و برکناری دو مقامی وکیده در بدخشان. رسانه‌های روسیه نتیجه تشخیص مرگ عمرعلی نظرف کودک 5 ماهه تاجیک را نشر کردند که طبق آن فوت عمرعلی ناگزیر بود. طبق نتیجه تشخیص نو که امروز 16 دکبر باید دسترس نزدیکان عمرعلی شود، سبب مرگ پاراگریپ و سیتامگالویروس می باشد. تشخیص نو معین کرده است که گویا عمرعلی چند روز قبل از انتقالش به پلیس به بیماری پاراگریپ مبتلا شده است، اما والدانش او را معالجه نکردند. در برابر این عمرعلی هنوز در بطن مادرش با سیتامگالویروس سرایت یافته است و بیماری ها یکی بالای دیگر ضمن شده با مرگ انجامیدند. تشخیصگران تاکید کردند که مرگ عمرعلی در شب 13 اکتبر ناگزیر بود. اگر عمرعلی نظرف را به پلیس و بیمارخانه انتقال هم نمیدادند، او شب 13 و 14 اکتبر در خانه می‌افتید، گفته است یکی از تشخیصگران در صحبت با لایف نیوز 78. عمرعلی نظرف نوزاد تاجیک 13 اکتبر سال روان در پی بازداشت مادرش زرینا یونوسووا از سوی پلیس ناحیه ادمیرالی شهر پترزبورگ در بیمارخانه سنبلینا به طور مرموز جان داد. زرینا با اتهام نقض قواعد بود و باش از روسیه دپورت شد. سرریاست تفتیشاتی روسیه رستم نظرف پدر عمرعلی را رسما جبردیده اعلام کرد. به این دلیل حقوق دارد تا انجام تحقیق پرونده پسرش در قلمرو روسیه بماند. پزشکان دادگاه روسیه دلیل مرگ عمرعلی نظرف را سیتامگالویروس گفتند، اما 4 دکبر مقدس عبدالرحمانووا وکیل مدافع زرینا یونوسووا مادر عمرعلی از قبل پزشکان دادگاه تاجیکان گفت در خانه او انگیزه سیتامگالویروس دیده نشده است. از نظر حقوقی پیش از همه کارمندان خدمات مهاجرت گناهکارند. از یک نظر گیریم آنها کار خود را کردند و به اداره پلیس آنها را آوردند، ولی کارمندان پلیس یک نظر نوگیری کردند نسبت شهروندان تاجیکستان، چون که آنها از روی تمام قانون ها باید که کودک را در صورتی که مادر او را بر سود بردن یا دادگاه، کودک را باید که به خویشان نزدیک او میدادند. خصوصا در این وقت پدر این کودک به همون جا رسیده آمد، ولی به پدرش این کودک رو ندادند که باعث مرگ عمرعلی شد. در آنجا این چونین بیبیش هم بود، ولی بیبیش رو آنها گفتن که شما نزدیکترین به این کودک حساب نمیشوید و آن رو ندادن. در این قضیه پیش از همه کارگران وزارت کارهای داخلی، خصوصا آن نفرانی که با کودکان مشغول هستند، ما میدونیم که این الکسی و گفتنیش شخص زن کارمند وزارت کارهای داخلی است که با کودکان سر کار دارد، ولی متاسفانه در دوام این قدر وقتی که گذشت ما حتی او رو ندیدیم، حتی نمیدونیم که با چی کارگر است. از اون میدونیم که اون با کودکان مشغول است، ولی افت و سیرتی او رو هم ندیدیم که اون چه کس است. از اون هم یگان کس پرسشی هم نکرده است و متاسفانه نمیدونم از چی سبب باشد که با این کار از ما شاید از سبب سیاسی باشد یا چی این پرونده رو وای کردن. خیلی گویم با روسی این پرونده رو روی محکم کردن که از نظر عامه، از نظر خلق، اینچونین از زبان خط گرفتن از همون ادوکات ها که آنها قضیه این رو به مردم بر خبرات عامه نرسونند. موافق خبرهای رسیده از منبع‌های معتمد، پیوندان رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری که صبح دیروز بازداشت و به سمت نامعلوم برده شده بودند، پس از ثبت مجبوری ویدیوی آنها را رها کردند، ولی از سبب بازداشت و به چه خاطر بردن ثبت ویدیوی پیوندان محیدین کبیری معلومات دقیق دسترس نیست.
پارلمانی تاجیکستان روز 16 دکبر در جلسه نوبتیش نیروگاه سنگتودایک را از پرداخت انداز برای ماه دکبر امسال و تمام سال 2016 آزاد نمود. سبب این قرار را وکیلان قرض شرکت برق تاجیک نزد این نیروگاه عنوان کردند. برق تاجیک از این نیروگاه که 75% سهمیه‌هایش مال روسیه می باشند تا امروز 513 میلیون سومانی قرضدار شده است. مقامداران سنگتودایک هم باز به دلیل این قرض از پرداخت انداز تا این زمان خودداری میکرد. حتی کمیته انداز صورت حساب این نیروگاه را برای مدت بسته بود. قرض سنگتودایک از انداز 26 میلیون سومانی گفته شده است. وکیلان از افشای حجم اندازه که این نیروگاه سالانه میپردازد خودداری کردند. اما به دلیل اینکه برای 513 میلیون قرض برق تاجیک نزد سنگتودایک و 26 میلیون قرض خودی آن از انداز، این نیروگاه از پرداخت انداز برای 13 ماه آزاد شده است. می شود خلاصه کرد که سالانه حجم اندازه پرداخت می کرده سنگتودایک حدود 500 میلیون سومانی است. سبب قرض بزرگش را شرکت برق تاجیک چنین شرح داده است که گویا برق را از این نیروگاه 214 سنت خریده به حوالی 12 درم می فروخته است و حالی هم از پرداخت پول برق سرکشی می کرده است. به این ترتیب بیش از 9 میلیارد سومانی قرض شرکت پربحث برق تاجیک به دوش بودجه انیقترش اهالی کشور گذاشته شد. شورای علمای تاجیکستان در بیانیه‌ای که امروز 16 دکبر نشر کرده است درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جانبداری کرده آن را مطابق به شرایط اسلام و عنعنه‌های ملی خوانده است. در این بیانیه شورای علما آمده است که خدمت‌های رئیس جمهوری تاجیکستان در نزد مردم از خدمت‌های بزرگان مثل انوشیروان، بزرگمیر، نظام الملک، اسماعیل سامانی، بلمی و ده‌های دیگرانی که تاریخ وصفشان کرده است کمتر نیست. شورای علما از همه امام خطیبان مساجد و مسلمانان کشور دعوت کرده است که این قانون را چون سند والای حقوقی و فراگیرنده بهترین سنت‌های معنوی ملت کهن بنیاد تاجیک بپذیرند و در فهمانده دادن محتوای آن و مردم کشور سهم داشته باشند. این شورا در حالی که به فرمانده قانون و مردم کشور دعوت می‌کند که وکیلان ادعا کرده بودند آن به طلب و درخواست خود مردم قبول شده است. علمای رسمی تاجیکستان عدالت را مهمترین و بزرگترین صفت رهبر خواندند که شریعت اسلام به آن از همه بیشتر ارج می‌گذارد و حدیثی را ذکر کرده است که رسول خدا فرمودند عادلان در نزد خداوند در منبرهای از نور قرار دارند، آنان که در حکمشان خانواده‌هایشان و رهبری که به آنها داده شده است عدالت را رعایت می‌کنند. این چنین شورای علما خدمت‌های امام علی رحمان را در گسترش دین و حمایت از اسلام بی‌نظیر خواندند. اگر از روی عدالت اقرار شویم، خدمت‌های امام علی رحمان در تحکیم دولتداری ملی، احیای فرهنگی ملی و دفاع از اسلام پاک از آنهایی که نام برده شد ذره کم نیست، آمده است در بیانیه. این اعتراف علما در حالی است که هر روز خبری از گوشه‌های کشور عاید تخریب یا بستن مساجد و مدارس و حبس علمای سنتی و دیگر اندیشان می‌رسد. در 11 ماه سال جاری معاملات مالی خارجی تاجیکستان در مقایسه با همین دوره سال گذشته 890 میلیون دلار کم شده است. این معاملات در 11 ماه سال گذشته 4.8 میلیارد دلار اما سال جاری چیزی بیشتر از 3.9 میلیارد دلار را تشکیل داده است که بیش از 18% کم شده است. صادرات مال 9.5% کم شده همگی 813 میلیون دلار را تشکیل داده است. واردات باشد به 894 میلیون دلار یعنی بیش از 20% کم شده است. حجم عمومی واردات امساله برابر 3.1 میلیارد دلار بوده است. توازن تجارت هم منفی بوده 2.3 میلیارد را تشکیل داده است. تاجیکستان سال جاری با 87 کشور دنیا معاملات مالی داشته است که اصلی ترین شریکان تجاری روسیه، چین و قزاقستان بودند که سودا با آنها متناسباً بیشتر از 1 میلیارد دلار، 698 میلیون و 638 میلیون دلار بودند.
بانک آسیای رشد گفته است که حمایت مالی خود را از اجرای طرح بنیاد راه آهنی تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان موقتا قطع کرده است. CCU نماینده دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان روز 15 دکبر در یک نشست مطبوعاتی گفت که این تصمیم به دنبال بد شدن وضع امنیتی در افغانستان و تا مدت نامعین گرفته شده است. قسمت افغانستانی این راه 355 کیلومتر را تشکیل داده، سرمایه پیشکی آن 350 میلیون دلار ارزیابی شده است. CCU گفت که هرچند ترکمنستان قسمت راه آهنی قلمرو خود را بنیاد کرده است، اما بانک آسیای رشد در منطقه‌هایی که امنیت کارمندانش زیر خطر است راه آهن را بنیاد نخواهد کرد، زیرا کفالت برای امنیت کارمندان وجود ندارد. نماینده دائمی بانک آسیای رشد گفت سرمایه‌ای که برای اجرای این طرح جدا شده بود در بخش‌های دیگر خرج شده و در صورت بهبودی وضع امنیتی در افغانستان این بانک در اجرای بنیاد راه آهن در حدود این کشور اشتراک خواهد کرد. قبلا بانک آسیای رشد برای تهیه ارزیابی تکنیکی و اقتصادی طرح راه آهنی تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و مقدار 9 میلیون دلار جدا کرده شد. میگویند راه آهنی تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان مثل دالان میانی آسیای مرکزی و بازارهای جهانی توسط بندرهای آبی در اقیانوس هند خواهد بود. این راه همچنین نسبت به بندرهای آبی در بحر بالتیک که توسط روسیه میگذرد 2 برابر کوتاه‌تر می باشد. با فرمان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سردار ریاست وکده در بدخشان و معاونانش آگاهی رسمی گرفته سردارانی بده در بدخشان و خاروق از مقامهایش برکنار گردیدند. پلکوونیک عبدالوهاب اسکندرزاده سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان همراه با معاونانش برای راه دادن به کمبودیا آگاهی رسمی و برای اصلاح این کمبودیا یک ماموریت گرفتند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که این فرمان رمضان رحیمزاده 15 دکبر در یک جلسه فوری در بدخشان اعلان شده است، اما وزارت کمبودی‌های سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان و معاونان او را نامبر نکرده تنها در خبر رسمی خود گفته است که در جلسه مسائل پرزور نمودن فعالیت در سمت پیشگیری و آشکار نمودن جنایت‌های وزنین و مخصوصا وزنین، افباشی‌ها، عاید به نظام درآوردن قاعده‌های حرکت در راه‌های شهر خاروق و автомاشین‌های سیاه‌شیشه به اجازت تنبشوی و برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته موردی بررسی قرار گرفتند. بنا به اطلاع منبع وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از بی‌ترتیبی و بی‌نظامی در نزد بازار خاروق انتقاد کرده است که به قول او به تنبشوی واسطه‌های نقلیات آورده می‌رساند. در پی چنین نگرانی‌ها وزیر کارهای داخلی سردار بازرسی دولتی اتومبیلی در بدخشان پلکوونیک میلیسا طاهر کنجزاده و سردار بدهه خاروق معیار عزتشاه شکربک را از وظیفه‌هایشان آزاد کرده است. به سردار شعبچه ولایتی به قیدگیری امتحاناتی بدهه روکده در ولایت مختار کوهستانی بدخشان پلکوونیک گیدر درویشف و همه سرداران شعبه‌های بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه ولایت مختار کوهستانی بدخشان تنبیه اعلان کرده شد. گفته شده است در خبر رسمی وکده پلکوونیک عبدالوهاب اسکندرزاده ماه نوامبر سال گذشته با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان تعیین گردید. اسکندرزاده تا زمانی رسیدنش به این مقام در شعبه کارهای داخلی کولاب کار میکرد. او در وظیفه سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان پلکوونیک فیض‌الله ناظیموف را عوض کرد که در پی حادثه‌های ماه می سال گذشته در خاروق با درخواست ساکنان در قطار برکناری رهبران اداره امنیت ملی و دادستانی خاروق و بدخشان برکنار شده بود. بینندگان گرامی، این بنچه خبرهای مهمی روز که برای شما پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.